این تعبیر خواب یکی از شما هست. من یه خانم مجردم که نه بچه دارم نه همسر دارم. یک خواب سریالی رو به صورت مداوم میبینم که داخل اون یه بچه‌ای دارم که به صورت سریالی و دقیقاً سر تایم مشخص، سر تایم 40 روزگیش دوباره اون بچه میاد به خواب من، سر تایم 2 سالگی اون بچه، من دوباره تولد 2 سالگیش رو میبینم و حس من نسبت به اون بچه کاملا متفاوته. یعنی داری حس دوست داشتن واقعیه. و همچنین توی خوابم همسرمو میبینم، خواهرمو میبینم، در صورتی که اصلا داخل واقعیت من همسر ندارم و اون شخص حتی خواهر منم نیست تو دنیای واقعی. در روانشناسی خواب‌ها معمولاً بازتاب احساسات، نگرانی‌ها و تجربیات درونی ما هستند. مثلا این خواب سریالی ممکنه نشون دهنده آرزوها، ترس‌ها یا نیازهای نادیده گرفته شده باشه. بچه در خواب معمولاً نمادی از بخش‌های رشد نیافته یا آرزوهای محقق نشده ماست. اینکه شما در خواب افرادی رو می‌بینید که در واقعیت وجود ندارند هم میتونه نماد جنبه‌های مختلف شخصیت یا نیازهای روحی شما باشه. ممکنه این خواب‌ها به احساس تنهایی یا نیاز به ارتباط و حمایت اشاره داشته باشند. برام خوابای عجیب غریب تو بنویس تا ویدئوی خواب بعدی خواب تو باشه.